برید تو خیابون، برید مردم رو ببینید، برید یه فکری به حال اونا بکنید. سلام علیکم، ارادت، خیلی مخلصیم. من مجید گلسفیدی هستم، فیلم بردار سینما و تلویزیون ایران. عرضم خدمتتون که سوالتون سوال سختیه که اگه من برگردم عقب انتخاب میکنم یا نه. زمانی که ما دستیاری میکردیم احساس میکنم عاشقانه دستیاری میکردیم. سیستم فیلم برداری یه سیستم سلیقه است. حس میکردم یه روزی اگر بشم مدیر فیلم بردار توی این حرفه، خب میتونم یه سری چیزا رو خلق کنم، میتونم یه امضایی داشته باشم از اثری که میذارم و این حالمو خوب میکرد. دیگه آدما دلی نیستن تو این حرفه، ناخودآگاه اون انرژی که داره از بین میره. امیدوارم که مصاحبه خوبی شده باشه و حداقل یه کمکی به 4 تا از جوان‌ها کرده باشه. گلسفیدی در کارش فقط به ثبت تصویر بسنده نمی کند. اون نور و سایه ها را همچون زبان داستان به کار می گیرد تا بیننده حس و فضا را با هم تجربه کند. امروز نام او یادآور دقت، تجربه و عشقی است که سالها در قاب تصویر جاری کرده. تصویری که تنها ثبت واقعیت نیست، بلکه بازآفرینی روح داستان است.